همکارانمون در بام تهران تشکر میکنم و ممنونم از شمایی که ما رو تماشا میکنید و همینطور ممنون از حضار ارجمندی که اینقدر قشنگ و مهربانانه امشب در خدمتشون هستیم. خانم آقایان یه سری صداهای اضافه داره میاد، شما یه دست بزنید، یه دست درجه یک خواهش میکنم. به خاطر ماست. خیلی متشکرم. ببین خب بینندگان عزیز، آقای ریوندی آنتن نیومده هنوز. آنتن آنتن که اومد همونی که با هم صحبت خیلی با شخصیت چشم. مردم ایران فکر سلام می‌کنم به شما بینندگان عزیز و که چراغش روشنه. سلام. موتور نیست، قبول باشه برادر من. تئاتر یه عبادات سلام قبول. علیک درست بلد یه سلام علیک کنی. من عرض کردم دیگه. بینندگان عزیز شبکه 3 سلام. خیلی ممنون که برنامه ما رو نگاه میکنید و نام شما جواب فقط بده. نامت چیست؟ با من داره میگم. از کجا هم سرزمین آمدی؟ به نظر من اگه تو بتونی برنامه متفاوت رو ارائه بدی، حتی این آدم کسیه که وقتی لقمه آخر سحرش رو میخوره باید تقاضای ویدیو چک کنن که بیننده مرد حسابی فکر من نمیشناسم بیننده. نام بگو حسن دیگه. حسن. فامیلی ریوندی. آقای ریوندی شغلت چیه؟ I am a showman. Stand up comedy usually become the morning most of the time. Take shower, bath, brush teeth. حرف ببینید عزیزان بیننده، بله الان تو گوشه من گفتن انگلیسی صحبت نکن. بله آقا ببین من چون حقیقت مدتیه دارم کلاس زبان میرم، حکایت من شده مثل این بچه هایی که تازه میرن کلاس ژیمناستیک، دیدی تا مهمون میاد خونه‌شون یه ملق میزنن ما همینجوری شده خدا شده. الان اینقدر حال کردم که تو که سرفه میکنی اون بامیه رو شما پهنا خوردی بکنم هنوز تو گلو. شغلت چیه؟ شغلت؟ من معلم هستم. شغلت چیه میگم؟ معلم هستم. به افتخار هرچی معلم با صفاست. بله به افتخار همه معلمای. آقا یه کار برای ما میتونی بخونی سنتی قشنگ؟ آقای حسینیان دوست میداره. اون چی میگه؟ سنتی مدل فالوده دارشه. دستا با هم بفهم بیستی قربان. بفهم بیستی. خب رفت دیگه آهنگ الان چی بخونم؟ صدات هم میخوره. کی میتونه تو قلب من جاشه؟ مگه میشه مثل همه چیزم با عزیزم دازمن چی شده؟ آقا من معذرت میخوام عزیزان، شب هفتم همینجا برقراره. چی شده؟ مرتضی رو دیدم به رو اینجا با ایستاده بود به یه قبری اونجا نگاه میکرد. گفتم مرتضی این چه مسخره بازیه؟ گفت فامیل دورمون بوده. آدم قرقاتی. حالا حکایت این آهنگ خوندم خیلی دوست دارم. محمد علیزاده سبک شیجوری گریه دار. دایی خدا بیامرزت برقکار بود، با فاز بد رفت سر قبرش اینجوری میزدی روشن میشد. نذار اونو بهشون بگم. بله بیا خوبی بگو عمو توپله بیا تو بازی مونتون دوست دارم. آقا اجازه بدین شما یه گفتم یک کار مردم هنوز دست نزدن برات. اگه یه کار خوندی مردم برات دست زدن چشم بمون 10 تا کار دیگه اجرا کن. واقعا بفهم. راست میگه؟ یعنی انقدر با من صدا بخون که مردم جیغ بزنن. کار تقلید صدا شومنه دیگه. خیلی کار سختی. کار لبخند به لب مردم. اگر صدای خودتو می‌خواستی صداشو دیدی چجوریه؟ وقتی صحبت میکنه انگار 5 تا کامیون روشن از روبرو دارن با هم میان. صدا پر از خط و خشه. تو اگه خواننده میشدی در سبک خودت منحصر به فرد بودی. خدا شاهده. همونطور که آقای حسینیان به عنوان توپل‌ترین مجری تلویزیون سبک خاصی داره و اصلا خیلی بامزه و دوست داشتن. دیدی چه مأخوذ به حیام هست صحبت کرد. خیلی دوست دارم واقعا. بیا عمو بیا بازی اینجا با هم خجالت نکش. بیننده ها اینجا به خاله ها عموها سلام کن قشنگ. بیننده ها نگاه سلام کرده. بیا عزیزم بیا. قربونتون هستن. حال شما چطوره؟ خب بینندگان عزیز این روشن من الان مشکلات حل شد. هست تو چیکار بگی؟ آخه چراغاشون خاموشه با موبایلشون دارن فیلم میگیرن پخش میکنن تلویزیون. اون بالا رو ببین. اونو از اون بالا میگیره. من بینندگان عزیز ازتون عذرخواهی میکنم تا این لحظه از ماه مبارک رمضان. دوستان خوبمون آقایان پتومت وقت شما رو گرفتن و والله شما رو اذیت کرد. من امشب اومدم که یه جوری جبران این خودش دست شما درد نکنه. قیافه خودش شبیه اضافه پول حلیم میمونه. خدا شاهده. دیدی چه خیلی باحال. دستا حماسی با هم. از طاقت
ملت و ارتش و سپاه ما جاودانه شد از فروغ زفر پگاه ما صبح آرزو دمیده از کرانه ها شاخه های زندگی زده جوانه ها این پیروزی خجسته باد این پیروزی عالی. حسن آقا یه بخشی رو باید ببینیم و برگردیم. آخه یه چیزی بگم معذرت به افتخار آقای حسن ریوندی همکار خوب ما از هنرمندان خوب صحنه دست بزنید آخه. بابا اینقدر بفرمایید یه بخش. خودمم نه خاطره منظرم نه پنجره من یه هوای تازه ام داره نکاس هنجره میخوام هوای کوچه رو ترانه بارون بکنم شما رو به ضیافت الهی مهمون بکنم. شکرم. زنده باشی. حسن آقا من قبول باشه تا یه خواهشی دارم با همین صدا، چون ما 60,000 زوج رو میخوایم در روز ازدواج با سرسعادت امیر مؤمنان و حضرت فاطمه زهرا سلام الله خونیه، یک کار با همین صدای خدای بیامرز ناصر عبداللهی تقدیم کن اون آهنگ قشنگ رو. اگر یادم بیاد یه زنده یه تیکشو بخون اگه یادت میاد. باز بیا نقره بکوب طلا برید پولک بپاش ایشونم. زهره نور و عسل به گل نشست خنده هاش پدر خاک به آسمون سپرده دلشو صدای بال فرشته میاد یواش یواش به افتخارشان. پولک بپاش زهره نور و عسل به گل نشست خنده هاش پدر خاک به آسمون سپرده دلشو صدای بال فرشته میاد یواش یواش قنود بست آسمون به قامت ستاره رو بوم کعبه ربنا نفس نفس میباره قنود بست آسمون به قامت ستاره رو بوم کعبه ربنا نفس نفس میباره. مرسی. خیلی ممنون. مرسی آقای دشتی عزیزم. آقای متشکرم. حسینی جان. من یه سوال از شما دارم. بله. خوشحال میشم خدمت حضار عزیز و بینندگان بسیار خوبمون که بسیار با معرفتن و پایبندی به این برنامه هستن و از اول ماه تا الان شما رو همراهی کردن. یه سوال بکنم که جان. کار شما در واقع اینجا چیه به اتفاق حسینیان و آیا از کار راضی هستید و خدایی؟ مگه میشه نوکر مردم بود آدم راضی نباشه؟ نه خب این کارمون لبخنده. نوکری مردم خودش لبخند داره. این شغل تو. شغلت لبخنده دیگه. میخوای لبخند به لب مردم. عزیز من از این تعارفاتی که بارو نکن، قشنگ توضیح بده من بدونم که کار تو اینجا چیه و چقدر ارزش توضیح بده. اگه بله. از همون بچگی یادمه در مدرسه هم که بودی معلم من جهشی به عقب آره. بودم تا جهشی به جلو. بله. به عقب جهشی 6 زدم. سال فقط کلاس من سوم. یه بار یادمه ما 10 تا برادر نمرمون شد 10 پدر رو دعوت کردم مدرسه جشن گرفتن. اینقدر استعداد بالا بود. درود بر تو. خب من واقعا برام جای افتخاره و به خودم میبالم در برنامه‌ای دعوت شدم که اتفاق بسیار بسیار بزرگ ارزشمندی داره اینجا رخ میده. برای 60,000 زوج داره جهازیه فراهم شما میشه. چی کار میکنی؟ آها. منم به اندازه بضاعت چی خودم کار میکنی؟ همون مقداری که یکی از این جشنای بزرگت رو میای هزینه‌شو بدی تو من اعلام کنم تو برنامه. اون تعداد از عزیزانی که در تهران قراره که ازدواجشون صورت بگیره شما تو یه سالن جمع آوری کنید دعوت کنید من میام و براشون یک اجرای رایگان خواهم داشت. زندگیشون میپاچه از هم تو بری بذار اونا زندگی کنن اقلا. شوخی میکنم به افتخارش دست شوخی کردم. آقا یه کار دیگه بخون ما 2 دقیقه الان وقت داریم بعد با هم گپ میزنیم. یه کار دیگه بخون. من کارم اتفاقا خندوندن شاد کردن مردمه و به کار خودم افتخار میکنم. کار بسیار نیک و خیری هست. ما احادیث بسیار متفاوت و بسیار متنوعی داریم از ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین
مخصوصا حدیث بسیار زیبا از امام محمد باقر علیه السلام که میفرماد بعد از ایمان به خداوند شاد کردن دل مؤمنان از افضل اعمال هست. و اگر شما اینجا امشب من گاهی میبینم تو برنامه‌هاتون به اتفاق حسینیان یک انبساط خاطری رو برای حضار و بیننده‌های خوب تلویزیون فراهم میکنید، قطعا کار خیر دارین انجام میدید و در کنار اون 60,000 زوجی که داریم براشون برای کار جهیزیه یه کار خوشگل میکنه بعد باز با هم گپ بزنیم. من حسینیان میخوام یه کار از یگانه بخونم. اونایی که موافقن دست بزنم ببینم. کوتاه باشه من حسینیان بیارم. برو سریع بیارش. یه خط بیشتر نمیخونم برای که خسته نشید. دستاتون با ریت باشه خواهشون. درود به هماهنگیتون. سرگرمی تو شده بازی با این دل غمگین و غزم، یادت نمیاد اون همه قول و قرارایی که با تو بستم. دیدی صدا چقدر متفاوته؟ دو تا محسنن توی آهنگ. عزیزان آهنگ تموم شده، لطفاً توجه کنی. اصلا هماهنگ نیستید امشب و من نمیدونم چه جوریه، حواستون مرتضی پرت میکنه. دو تا محسنن تو این آهنگ میخونن، منتها صدا یکیشون خیلی متفاوت نسبت به همه خواننده. دیدی چه خشی تو صداشه؟ تقریبا یه چیزی تو مایه‌های صدای تو منتها خشش با فاصله تر، انگار سیدی خشدار شما داری گوش میدی، صدا انگار صبح ناشتا می‌خوری، صدا متفاوت هست. اما تنها تفاوت من و محسن یگانه در مدل موهامونه. خدا شاهده اینو بله خندتون از رو تمسخر بود فهمیدم. ببینید عزیزان، یه سری واقعیت‌ها در زندگی ما وجود داره که قوانین نانوشته است و شما باید بهشون توجه کنید. مثلا شما صبح تا شب برو یه آدم پولدار رو مسخره کن، اگه پولدار شدی اما کافیه به یک کچل فقط یه لبخند بزنی. خدا شاهده در کمتر از 2 ماه تاس میشه. اینا قوانین نانوشته است. حالا بینندگان از من توضیح بدم که این حسن ریوندی عزیزم خیلی ممنون که سری قبل اومدی تو برنامه جشن بزرگ خنده ما در تالار کشور. هیچ هم نبود، 3 نفر بودن. خیلی ممنون. منظورت 5003 نفره جا نشدن، 1500 نفر پشت در موندن. حالا اونایی که جا نشدن عزیزانی که اینجا هستن، بینندگان عزیز، میتونن 22 مرداد ماه تشریف بیارن. من آقای حسینیانم دعوت کنم. ما یه دقیقه وقت داریم. کشور ما یه دقیقه وقت می‌خوام با صدای تو خداحافظی کنیم. با صدای من یه کار آماده کن. من یه دقیقه وقت داریم. بیا می‌خوام با صدای تو ما فقط دست تکون بدیم. من یه پیشنهاد بکنم. چون ما روز تولد روز قول میدی قبل از اینکه پیشنهاد کنی 22 مرداد بیای در کنسرت بزرگ خنده ای ما در تالار کشور، دعوتت میکنم رسما همینجا. من باعث افتخاره چون ما روز آقای دشتی بذار برین زیر صدا نداره. روز ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا میخوایم این 60,000 زوج رو در واقع به خانه بخت بفرستیم. اون کار زنده یاد ناصر عبداللهی یه بار خوندیم. شما کجا بودی؟ یه بار خوندیم. یه کار دیگه میخونم برات. حتما اون کارو تو اون مراسم برام اجرا کنید. خداحافظی میکنیم با کار قشنگ آقای ریوندی. باز دستا بارین آروم. چی شده بوده؟ ببین چی میگه عمو. برو بگم. از همه خداحافظی میکنم تا فردا شب. صدای استاد ریوندی. همه میگن که تو رفتی، همه میگن که تو نیستی، همه میگن که تو باری دل تنگمو شکستی. دروغه در گوشش نگو. من ترک عشق و شاهد و زاغت نمی کنم. یهو از پاپ به سنتی. خدا شاهد. خداحافظ شما. من ترک عشق و شاهد و زاغت نمی کنم.